کنم که باید ببینیم که حاج آقا چقدر زحمت میکشن تا این صنعت کفش یک کفش بشه و تحویل ماها داده بشه. خب حاج آقا از کارتون توی این مدت 40 سال که زحمت میکشید راضی هستی؟ نه قربان. چرا؟ به خاطر اینکه دستمو گذاشتم روی این کار، پامو گذاشتم، قلبمو گذاشتم، داغون شدم توی این کار. یه نه زندگی دارم، نه ماشینی، نه وسیله‌ای. خیلی این کار چیر یا تخمیه. ببخشید حاج آقا آرزوتون چیه؟ آرزو دارم که این کسی که این چکاشا داد دست ما، مشترات داد دست ما، گرزنه داد دست ما، بلندش به تو قب بکشنش بیرون، آبگم چی خورده خاری کسکش، همین چرخو بکنم تو چونش کسکش. بله من معذرت کنم.